برای هر یک فرد روی عالم که آفریده و پروریده این عاطفه عزیز و گرامی و بزرگ و مقدس است، مهمترین و بزرگترین افتخارات انسانی است. مادر همچون آفرنده انسانیت روی عالم تمثال مهر و محبت، صداقت و صمیمیت و وفاداری مهربانی است. ساکنان شهر و دهات پنجکند، مادران سربلند دیار با فرح و شادمانی در این روز مبارک تمنیات خویش را چنین بیان داشتند: زن اگر آتش نمی‌سوخت خام می‌ماندیم ما، نورسیده باده‌ای در جام می‌ماندیم ما. زن اگر ما را نمی‌بخشید عمری بر دوام، به تخلص به نسب به نام می‌ماندیم. ما از فرصت مناسب استفاده برده تمام زنان تاجیکستان از آن جمله زنان شهر بستانی پنجکند را با روز مادران تبریک و مبارکباد نموده با آنها پیش از همه صحت سلامتی عمری دراز بخت نکو پیروزی حیات را تمنا میکنم. عید مادران روزی است که روزی فراموش نشونده و خرسندی است. همه در این روز خرسند شد، گرچنده که در این روز تحفه ها دهند، نه که این روزی از همه روزی خرسندی، روزی شادی و سرور است. از این فرصت استفاده برده ما همه بانوان را با این روزی خرسندی تبریک و مبارکباد نموده به آنها خانه آباد تنسیتی خاطر جمعی آرزو می‌نمایم. زن عزیز و معتبر در عالم است. زن بقای زندگی آدم است. از قدیم الایام بانوی حیات، رمز صلح و رمز هر روز نشاط. درباره زنها مادران هر قدر که توصیف و تعریف کنیم خیلی کم است. خیلی که میگویند مادر یک تا وطن یک تا است. از تمام فرزندان، از تمام خواهر و دادران خواهش دارم که همیشه مادر، بیبی، عموما زن را احترام کنند، حرمت کنند، چون که در حیات همه آبادی ها، همه پیشروی ها، همه موفقیت ها به مادر، به زن وابسته است. برای من تمام زنان ناحیه پنجکین، زنان تاجیکستان، مادران، بیبی ها، خواهران عزیز را به مناسبت روز مادران تبریک و تهنیت میگویم و همه آنها سلامتی، عمر دراز، خوشبختی های بی‌نظیر آرزو میکنم. عیدتان مبارک باشد مادران و خواهران عزیز. من دیرکتور مؤسسه تحصیلات میانی عمومی 97 می باشم. همه بانوان را بخشیده به روز 8 مارس صدقاً شادباش گفته برای بانوان تاجیکستان پیش از همه سلامتی بر دوام را تمنا دارم. عیدتان مبارک بانوان عزیز. زن اگر آتش نمی بود خام می مانده ما، نارسیده باده در جام می مانده ما. باعث افتخار و سربلندی است که امروز در تاجیکستان صاحب استقلال ما جشن مادر با تنتنه تجلیل کرده می شود. من از نام خودم تمام زنان و مادران پنجکند باستانی را با این روز پرفرح تبریک و مبارکباد نموده به آنها پیش از همه سلامتی، عمری دراز و تمام خوشی های حیات را آرزومندم. بگذار مادر تاجیک همه وقت سربلند باشد. اولا السلام علیکم مادران عزیز، خواهران مهربان. اجازه دهید من شما را به این عید 8 مارس آزادی روز زنان همه شما را تبریک و مبارکباد نموده و شماها عمری دراز، رزق فراوان آرزومندم. بگذار همیشه مانند همه ارچه های شهر پنجکند سربلند باشید، مانند گلها شکوفا باشید. من همه زنای زیبای خوشروی شخصا از نام خودم، از نام تمام اهل عائله، تمام از نام زنهای پنجکند تبریک میگویم به اینها صحت سلامتی، عمر دراز، رزق فراز، الهی خوش روزی، خوشبختی، عمر درازی، چیزی که خواهد همه من خوشمندم و طلبگارم. الهی همیشون خرسند و زیبا باشد تا دنیا باشد. برای اینکه مادرای تاجیکستان همیشون خوشرویند. با این 8 مارس عید بهار با بطول خوشرو شده همیتونه تبریک میکنم. زن اگر آتش نمی بود خام میماندیم ما، نارسیده باده در جام میماندیم ما. امروز چخیری که به همه شمایان معلوم است روز مادر در پنجکند باستانی قید کرده ایستادن. از صمیم دل تمام مادران دنیا را تبریک میکنم. تمام تاجیکستان عزیزم را، زنهایش را با این عید تبریک میکنم. برایتان تنین صحت خاطر جمع خانه آباد را تمنا دارم. بگذار بهاری بخاصیت شود برای همه مادران تاجیکستان عزیزم. تو مادر شهستون این جهانی، زی تو باشد در عالم زندگانی.
ندارد مهر تو پایان و همتا، خوری تو تا دم مرگت غم ما. شوم من صدقه قدی کمانت، شوم من صدقه آجینگ هایت. تشکر بر تو ای مادر تشکر، کسی قدرت نداند می شود کور. من شادی و مدینه راهبری ایجادی کاخ فرهنگ تمام مادران تاجیکستان را با عید مادران تبریک و تهنیت میکنم. بگذار که مادرها همیشه خوشبخت باشند. اولین حرف زبانم مادرم، آخرین حرف زبانم مادرم. حکمتی پرقیمتی صابردلان، مادر است و مادر است اندر جهان. من رسیدم معنی این نقطه را، مادر را یک عالم نفعی بجا. از شرافت‌های نازم مادرم، جاویدان نام تو از این کشورم. من راهبری محفل قراقدوزی کاخ فرهنگ شهر پنجگین جواب مبسوطه می باشم. همه بانوان و مادران عزیز را با این روز عید مادر از صمیم قلب تبریک گفته بهرشان سلامتی، خانه آبادی و کارهایشان موفقیت ها آرزو می‌کنم. عیدتان مبارک بانوان عزیز. مادر واقعا با 1001 ستایش و نوازش سزاوار است، زیرا فرشته زمینی است که از دامن پاک و شریفش ما پا به دامن هستی گذاشتیم. در جمعیت تنتنوی نخست معاون رئیس ولایت سوخت سهیلی قربانزاده پیام شادباشی معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده را رسانید. بانوان ارجمند، مادران و خواهران عزیز، همه شما را با مناسبت فرا رسیدن روز مادر سیمون مبارکباد نموده برایتان خوشبختی و اقبال نیک، سعادتمندی، همیشگی و روزگار آباد و سوده آرزو می‌نمایم. اساسگزار اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان در پیام نوبتی به مسئله احترام زن مادر توجه نموده بر حق تاکید نمودند که ما با عزم و اراده و مسئولیت شناسی بانوان دختران تاجیک همچون نیروی بزرگ جامعه احتمال کامل داریم و دستگیری همه‌جانبه آنها را ادامه می‌دهیم. مادران رمز جاویدان و مهر و وفا و ادامه بخش نسل انسان میباشد. مادر اولین شخص است که با مهر بزرگ، صداقت و محبتش و با مهربانی و خودخواست در قلب طفل خود خصلت‌های نیک انسانی را پرورش کرده او را با شاهراه زندگی و راهنمایی می‌سازد. اگر آبادی و ثبات جامعه از آسایش آرامی هر یک زن هر یک عائله وابسته باشد، پس آبادی هر یک خاندان از روحیه سالم سازنده و سطح معنویات معرفتی تندرستی زن مادر وابستگی دارد. بانوان و زنان و دختران در عملی سازی قانون‌های ملی، پیشگیری کردن بیگانه‌پرستی و به کمال رساندن نسل‌های سالم، تحکیم صلح و ثبات در جامعه، پیشرفتی دولت و آبادی وطن سهم ارزشمند خود را می‌گذارند، زیرا آنها احیا کننده، نگهدارنده و تغییر کننده، پاسدارنده بهترین سنت‌های عنعنه‌های ملی و رسم و آیین‌های اصیل بانوان خلقانه باشند. با امید آرزوی نیک شما را مادران بانوان ارجمند بار دیگر با مناسبت جشن فرخنده روز مادر تبریک گفته به هر کدام شما تندرستی و سعادتمندی و در حیات اولویت و مهر و محبت بخت و اقبال نیک، خاطر جمع آسوده و در تعلیم و تربیت فرزندانتان کامیابی‌ها آرزو می‌کنم. روز مادر مبارک باشد. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده همه بانوان شهر و دهات پنجکند را شادباش گفت. مادران و خواهران گرامی، بانوان ارجمند، فرارسیدن روز مادر و ایام استقبال نوروز حجت‌سپای را به شما و زنان و بانوان شهر باستانی پنجکند صمیمانه تبریک گفته سلامتی و خوشبختی، روزگار پرسعادت، خاندان آباد و آسوده و تمام خوشی‌های روزگار را تمنا می‌کنم. مادران و بانوان ارجمند، حکومت جمهوری تاجیکستان تحت راهبری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان با مسئله دستگیری زنان و دختران اهمیت اولین درجه داده این اقدام را به یکی از سمت‌های مهم سیاستی اجتماعی دولت تبدیل داده است. پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان
با مقام و منزلت، قدر و قیمت و عزت و احترام مادران و زنان ارج گذاشته، زنان را همچون سرچشمه آفرنده حیات، رمز پاکی و زیبایی، مخزن مهر و وفا و تجسم زنده محبت و صمیمیت ستایش کردند. در پیام نوبتی خود که سنه 28 دکبر سال 2024 با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مردم شریف تاجیکستان عزیز ابراز داشتند، چنین قید شده است که ما با عزم و اراده و مسئولیت شناسی بانوان و دختران تاجیک همچون نیروی بزرگ جامعه اعتمادی کامل داریم و دستگیری همه جانبه آنها را ادامه میدهیم. مادران و بانوان عزیز، در بسیار مملکت‌های جهان 8 مرد همچون روز بین المللی زنان ایدی همراهی تمام زنها جشن گرفته می شود. تاریخ پیدایش این جشن برای حمایه حقوق زنها ارتباطی قوی دارد. سال 1910 در کوپنهاگن کنفرانسی بین المللی زنان دایر گشت. یکی از راهبران حرکت زنان کمونیست کلارا څیتکین پیشنهاد نمود که بر روز زنان مقام بین المللی داده شود. از همان روز سر کرده در کشورهای گوناگون جهان اوید به حقوق زنان تظاهرات و جمع آمدها و کارپارتایی و واخوری ها برگزار می گشتند. سال 1975 سازمان ملل متحد تصمیم گرفت که با پیشواز 10 ساله زنان سازمان ملل متحد سالهای 1976 1985 8 مارس را به طور رسمی روز بین المللی زنان اعلان نماید. همان سال بخشیده به مسئله های گندری 2 انجمن برگزار گشت که نتیجه آن قبول اعلامیه درباره برهم دادن همه گونه تبعیض نسبت زن می باشد که من بعد زمینه پیدایش روز مادر را گذاشت. باری اول روز بین الخلقی زنان سال 1911 در آلمان، австрия، دانیا و شویتزار جشن گرفته شد. از سالهای اول حکومت شوروی 8 مارس ایدی دولتی گردید. در تاجیکستان عزیز ما تا سالهای نزدیک طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید که از 3 نوامبر سال 1995 قبول گردیده است، روز بین الخلقی زنان را ما تجلیل میکردیم و با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان با قانون درباره روزهای عید تغییرات وارد شده، این عید را برای زحمت‌های مادران همچون روز مادر اعلان کردند و در قانونگذاری روز مادر قرار دادند. حاضرین ارجمند، مادر شخص مقدس، پیوندگری نسل‌ها، سرچشمه مهر و محبت به شمار می‌رود. از این رو مردم تاجیک به این تمثال بی همتا و جاویدانه همیشه احترام می‌گذارند، بزرگی او را ستایش می‌کنند و در نزدش همیشه سر تعظیم فرود می‌آورند. جشن فرخنده روز مادر با فرارسی فصل بهار راست آمده است و ما این دو رمز نیکی و سعادت را پی هم تجلیل می‌نماییم. مهر و محبت و فیض و صفای مادران با ایام احیا شدن طبیعت تجسمگر ادامه حیات و فردای نیک می‌باشد. باید ذکر نمود که در سطح دولتی و با تنتنه و شکوه جشن گرفتن روز مادر نشانه اعتبار و احترام زیادی دولت و حکومت کشور نسبت به مادران و زنان می‌باشد. زیرا نقش زنان و مادران در آبادی خاندان، تربیت کردن و به وای رسانیدن فرزندان، با آنها آموزاندن زبان مادری، آداب و معنویات، پرورش احساس بلند خودشناسی و خودآگاهی، حس ملی و افتخار وطنداری بی‌نظیر است. اینچنین بانوان ما در کارهای دولتداری نیز فعال بوده برای پیشرفت جامعه و دولت برابر مردم تلاش می‌نمایند. ما از تاریخ می‌دانیم که بانوان تاجیک در راه تأمین آزادی و آرامی، حفظ منفعت‌های ملی
و ارزش‌های دولتداری همچون گردآفرید مبارزه شدید برده سهم مناسبی خود را در تطبیق سیاست دولت و حکومت گذاشتند. حاضرین ارجمند، مادر در سرگه همه خوشبختی‌های فرزند ایستاده، راهنما و هدایتگر او در راه صداقت با وطن و ملت خود میباشد. از زمانهای قدیم تا به امروز رسالت هر یک زن مادر پیش از همه تربیه فرزند است. مادران ما نسلی را به کمال میرسانند که با یک جان افتخار بزرگ آینده تاجیکستان مینامیم. ما از به همین خاطر هر یک فرد تربیت دیده و عاقل تمام عمر خود را به حسی مادر پیوند میداند، او را دوست می‌دارد و رنج و اذیت کشیده مادر را تا لحظه آخرین حیات قدرشناسی و پاسداری می‌نماید. مکتب تربیت مادر زمینه با اعتماد بهر به کمال رسیدن فرزندان صادق به شمار می‌رود که در قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک مشخص نشان داده شده است. در جامعه‌ای که زن مقام سازنده و زندگی شایسته و سالم دارد، آن کشور همیشه در حال رشد و ترقی است. نبض امروزه زمان تقاضای آن را دارد که زنان و مادران ما در اعمار جامعه نوین نقش سازنده خویش را گذارند. مطمئنم که زنان و مادران من بعد نیز در تعلیم و تربیت شایسته فرزندان، استوار گردانیدن حس وطن پرستی آنها، پایداری زبان و فرهنگ ملی، استواری عائله، تنظیم رسم و آیین، ترغیب ارزش‌های ملی از جمله لباس ملی و پیشگیری از عامل‌های بیگانه پرستی، احیا و حفظ هنرهای ملی و مردمی، وسعت کارهای آبادانی و سازندگی سهم نمایان می‌گذارند. حاضرین ارجمند، مقامات اجرایی محلی حاکم دولتی شهر پنجکن در سمت اجرای دستور و سفارش‌های پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان جهت توسعه بخشیدن موقع زنان در جامعه پیوسته چاره‌اندیشی می‌نماید و مشکل‌های در این سمت جای داشته را سریع وقت بررسی نموده آید به حل آنها تدبیرهای عملی می‌اندیشد. باعث تذکر است که 50% اهالی شهر پنجکن را زنان تشکیل داده نمایندگی شایسته آنها در مقامات اجرایی محلی حاکم دولتی تامین گردیده است. امروز از حساب زنان 2 نفر وکیل مجلس وکیلان خلق ولایت سوخت، 9 نفر وکیل مجلس وکیلان خلق شهر پنجکن و در انتخابات که سنه 2 مارس سال جاری گذشت 45 بانوی فعال وکیل مجلس‌های جماعت‌های شهرک و دهات انتخاب گردیدند. سهم زنان در ساحه مختلف خواجگی خلق شهر پنجکن نظررس بوده. در ساحه‌های معارف 4981 نفر، تندرستی 2627 نفر، فرهنگ 117 نفر، ساختمان و معماری 3 نفر، صنعت 53 نفر، هنرمند زیاده از 6000 نفر، پاشته و علاقه 8 نفر، خواجگی منزلی و کمونی 88 نفر، بانک ها 104 نفر، در ساحه کشاورزی 6852 نفر. از این راهبران خواجگی دهقان از حساب زنان 1635 نفر. اینچنین نامزدهای علم 12 نفر، شاعر و نویسنده 21 نفر، عنواندار 7 نفر، شماره نفقه‌گیران معیوب 2820 نفر، گرندگان گرانت پرزیدنتی 2 نفر، ولایتی 4 نفر و گرندگان کوت پرزیدنتی 6 نفر را تشکیل می‌دهند. حاضرین گرامی، متاسفانه مشاهده ها نشان می‌دهند که در شهر پنجکن تمایل شدید پاشخوری عائله ها به خصوص نوخانه‌داران رو به افزایش است که باعث نگرانی بوده از هر یک شهروند مسئولیت و عهده‌داری ها را تقاضا می‌نماید. بی‌طرفی را کنار گذارند و به این مسئله مهم جامعه اهمیت جدی دهند. در سال 2024 زیاده از 290 عائله جدا شده است که باعث نگرانی است. در 2 ماه سال جاری باشد 53 عائله جوان جدا شدند که به هر روز جدا شوی یک عائله راست می‌گوید که این تشویش‌آور است. با وجود تمام مشکلات عائله به خاطر
фарзанд ва ояндаи неки давлату миллат бояд ҳифз карда шавад. ҳар зан шавҳар меёбад, ҳар мард зан мегирад, аммо ҳеҷ кас ба фарзанд мисли падару модари аслии худ меҳр додан наметавонад. аз ин рӯ ба ҳамаи ниҳодҳои дахлдор, аҳли ҷомеа, хусусан маориф, шӯъбаи кор бо занон, ҷавонон, шӯъбаи занони кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент, фаъолон, собиқадорон дастур дода мешавад ки сари вақт ба хонаводаҳое ки дучори парокандашавианд вокуниш нишон дода роҳи ҳалли онро ёбанд ва пеши роҳи ин падидаи нангинро сари вақт гиранд. модарону бонувони арҷманд, ҳозирини гиромӣ, гуфтан ба маврид аст ки ободии ватан аз ободии ҳар як хонадон, оила ва манзили истиқоматӣ ибтидо мегирад. ободии хонадон ба солимии ҷисму рӯҳ, дунёи маънавӣ, маърифат, ҳунари катбонугӣ, ҳавсала ва завқи бадеии зан модар вобаста аст ва ман ба иродаи қавӣ ва масъулияти баланди шаҳрвандии занону бонувони арҷманди шаҳри бостонии Панҷакент итминони комил дорам. дар пеш бузургтарин ҷашнҳо аз ҷумла наврӯзи байналмилалӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад ки мебояд шурӯъ аз имрӯз барои тозагии маҳалли зист камари ҳиммат бандем ва дар даст ҷамъӣ ватанро ободу шукуфон кунем. бо ҳамин ниятҳои нек бори дигар шумо модарону хоҳарони азиз ва дар симои шумо кулли модарони шаҳрамонро ба муносибати ин ҷашни бошукӯҳ самимона табрику муборакбод гуфта бароятон тансиҳатӣ, хушбахтӣ ва саодатмандӣ ва рӯзгори хушу гуворо орзу менамоям. саломату сармаланд. барномаи омоданамудаи бахши фарҳанги мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент хотири ҳозиринро болида намуд.
بوی جان و بوی نان و بوی پیستان، بوی گلهای بهار بچگی، بوی شیر گرم نودوشیده می آید زی دستان تو مادر. در رخت آژنگ ها چون سطر شعر زندگی آفرین خوانند بر عزم و به ایمان تو مادر. با وصیت، با دعای و آرزوهای مقدس باز هم آموزگاری کن مرا. هر که ره گردد بر روی خاک پایش گرد دارد، باز هم آموزگاری کن مرا. مادر یگانه موجودی است که انسان می آفرد، با او حیات می بخشد، او را در آغوش گرم و پرمهرش می پرورد. اولین سخنها و گذاشتن نخستین قدمها را به طفلش یاد می دهد. بوی بهشتی مادر و لذت شیر پاک و سفیدش از مشام فرزند هرگز زدوده نمی گردد. دوست داشتم، احترام کردم، به قدر رنج و زحمت و مهر و محبت مادر رسیدم. قدر انسانی هر فرزندی بیدار دل و با ننگ و ناموس می باشد. ایا مادر، همه عالم فدایت، همه حمد و ثنا هر دم برایت. تو باشی در جهان نایابی نایاب، به چشمانم بیمالم خاک پایت. ایا مادر، در این دنیا یگانه تو باشی لایق وصف و ترانه. زی تو باشد همه آغاز دنیا، زی تو زیبا همه دور و زمانه. از زمانهای قدیم زیاده از 5500 سال قبل از این آثار ملیکه سراسب گواه آن است که زن مادر در جامعه مسئولیت‌های گوناگون از جمله مقام راهبری کننده را به عهده داشته. این عنعنه تا زمان ما نیز ادامه دارد. شهر سراسب، خطه مشهور باستان، در این اساس میهن اجداد تاجیکان. ما دیدیم صورت آن به زوالها، خوشقیل و قالها، در گوشوار و مهره صاحب جمالها، زیبا غزالها، انگشتری شهنشه عهد کمالها. امروزها زن نه تنها مادر و چراغ خاندان، بلکه در برابر مردان مسئولیت‌های گوناگون جمعیتی و سیاسی را به عهده دارد. بیهوده نگفتند که زن مادر با یک دست گهواره و با دست دیگر سیاره را تکان می‌دهد. زن و مادر تاجیک در تمام دوره‌های تاریخ خلقمان برای هستی زبان، پایداری ملت و رشد فرهنگ ملی غمخوارانه و صادقانه خدمت کرده است. زنها شما فرشته روی زمین، زنها شما هم به بها و بهترین، زنها شما گلهای خوشبوی چمن، زنها شما زیب جهان زیب سخن. مادران و خواهران عزیز،
روز مادر مبارک. زن، مادر، مدار زندگی، سرچشمه حیات و روزگار است. چون زن مادر میگوییم پیش نظر ما عالمی زیبایی و نفاست، دنیای پر از راز و ریاض جلوه‌گر می شود. زندگی زیباست اما زیبین دنیا زن است. مشعلی ندار و شمعی محفیل ها زن است. در طریقی عشق مردانگاه بول هواست. تا نفس های پسینی عشق پا بر جا زن است. تا نفس های پسینی عشق پا بر جا زن است. زن می‌سازد زیادش دور تلخ و شراب. لاله های داغ دردی نرگس و شهلا زن است. سخت روزی گر ز دستش می رود دامان بخت. در دلی مردابانی لوفری تنها زن است. در دلی مردابانی لوفری تنها زن است. تکیه بر در می کند بر پشت هر دیوانه. تکیه بر در می کند بر پشت هر دیوانه. کوزه پر از غم و با گردنی بالا زن است. کوزه پر از غم و با گردنی بالا زن است. ای که گفتی یک پیامبر نیست از زنها بده. ای که گفتی یک پیامبر نیست از زنها بده. هر پیامبر زاده ای مادر بدین معنا زن است. هر پیامبر زاده ای مادر بدین معنا زن است. زندگی زیباست اما زیبین دنیا زن است. مشعلی ندار و شمعی محفیل ها زن است. مشعلی ندار و شمعی محفیل ها زن است. دور از تو بودم مادرم، پزمانی من بودی، پزمانی من بودی، پزمانی من بودی.
هر جا کی بودم مادرم پزمانی من بودی، پزمانی من بودی، پزمانی من بودی. هر جا کی بودم مادرم پزمانی من بودی، پزمانی من بودی، پزمانی من بودی. باره به سراغت نآمدم مادری جان، هر لحظه و هر دم نگرانی من بودی، نگرانی من بودی، نگرانی من بودی. باره به سراغت نآمدم مادری جان، هر لحظه و هر دم نگرانی من بودی، نگرانی من بودی، نگرانی من بودی. شدم مادرم یار در برم، یار در برم و دور است مادرم. دور از تو شدم مادرم یار در برم، کجاست مادرم؟ مادر مادرا شیری سفیدم دادی، مهرم دادی، مهرم دادی. از ناکامی ها بسا امیدم دادی، امیدم دادی، امیدم دادی. مرا ببخش. این دیده پر آبی تو خود چشمه مهر است، چشمه مهر است، چشمه مهر است. من بعد مادرم قدری سخنت تا بسی پهر است، تا بسی پهر است، تا بسی پهر است.
توی پیرم، توی تدبیر پیرم، دعایم کن دعایت را بگیرم. نمی میری تو ای مادر اگر من برای مادری ملت بمیرم. زیه مادر، زیه مادری که فرزندان وطن دوست و میهن پرور، فرزندان فرزانه ملت را به دنیا می آورد. زیه مادری که اساس گذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را به دنیا آورد. باز آمدم بر کوی توی قبله امید، ای مادری که ساعت جانم فدای توست. باز آمدم که بوسه زنم بر مزار تو، ای مادری که جان و دلی من فدای توست. باز آمدم که بوسه زنم بر مزار تو، ای مادری که جان و دلی من فدای توست. باز آمدم که بوسه زنم بر مزار تو، ای مادری که جان و دلی من فدای توست. جان مادرم، مادرم، ای مادرم، مادرم، جان
مادرم مادرم ای مادرم مادرم غمخانه سینه من در فراق توست غمخانه سینه من در فراق توست آن کس کی هست از غم من با خبر خداست آن کس کی هست از غم من با خبر خداست آگه نبودم از غم بی مادری ولی مرگ از پیام داد که بی مادری فناست آگه نبودم از غم بی مادری ولی مرگ از پیام داد که بی مادری فناست جان مادرم مادرم ای مادرم مادرم جان مادرم مادرم ای مادرم مادرم جان مادرم مادرم ای مادرم مادرم جان مادرم مادرم بله
نازنینی عجب تو دل نشینی تو یاری بهترینی گل دختری دوشنبه عجب تو نازنینی عجب تو دل نشینی تو یاری بهترینی گل دختری دوشنبه از عشقتم دیوانم گل دختری دوشنبه عشقی تو ثروتی من دیدار دولتی من آغوش جنتی من گل دختری دوشنبه من صدقه نگاهت آن لعل بوسه هایت مفتون روی ماهت گل دختری دوشنبه عجب تو نازنینی عجب تو دل نشینی تو یاری بهترینی گل دختری دوشنبه عجب تو نازنینی عجب تو دل نشینی تو یاری بهترینی گل دختری دوشنبه تو بهارم نامی خوشت چی آرم تو را من دوست دارم گل دختری دوشنبه شوخو نازوبایی تاب مانندی رو دیوار زاب دلم را میکنی آب گل دختری دوشنبه تو سروی در گلیسان تو ماهی در شبیسان تو زیبی تاجیکیسان گل دختری دوشنبه عجب تو نازنینی عجب تو دل نشینی تو یاری بهترینی گل دختری دوشنبه عجب تو نازنینی عجب تو دل نشینی تو یاری بهترینی گل دختری دوشنبه عجب تو نازنینی عجب تو دل نشینی تو یاری بهترینی گل دختری دوشنبه السلام علیکم. علیکم. شما نسته؟ توی چه گذاشته تا جونش؟ توی عجیبی گذاشت. میدونی چی زنم؟ من دیر بود این که توی رو انتظار بودم. کم خرد با آرامی باور کن در این توی نمیشینید و حلاوت میبرید. دوستم با تنظیم خوب رعایت کردن. من خلاصه از این توی خوشحال شده برگشتم. بسیار نحس دادا جانش جان همین تلفارجان خدا ما هم با قریبی از خدمت حربی میبیاد. چی نشد که سری همون را جفت میکرده؟ البته تو درست گفتی. به نزدیکی پسرمان خدمت مادر وطن را با سربلندی اجرا کرده برمیگردد. من خودم عروس را انتخاب کردم. عروسی انتخاب کردتان هست؟ از دختری همسایه ما معلمه، معلوماتش عالی، با آداب. من همه را زیر چشم کرده ماندم. معلمه؟ معلمه شبش هر روز کنسپکت نویسی، درس تیار کنی،
نمیشود. خیلی زنم گوش کن. دختری دوستی دیگرم هست. وای دانشکده تجارتی را تمام کرده آمده است. در یک مگزین کاری کلان کار میکند. وای هم جدا دختری با آداب. همین که از نزد مگزینش گذشتم از سلام امک جان میگویم. شما در سلام هوای بهخود شده. Vayan şabura stopto, kalkulato, polisi ver zana. Kime kar polisi verta? Name şaba, dar korne dada jonaş. گوش کن زنم. یک توی دیگر را زیری چشم کرده ماندم. وای البته کلین تبدیلم می شود. در حسن آرا کار می کند. تو بهوده هر روز خراب بوده که کدام حسن آرای دیگر من میگی. کاشانه حسن آرا؟ البته. در کار نمی. وایش هم نمیشتبه. دادا جانش گوش کنه. ناخونا بین باری. وای دا من خمیر میکند می. وای دا من خانه میربد می. یک جای دیگر چنگ و چرتش تازه میکند می. حیاتش بند نمیکند. در کرنه وایش هم نمیشود. و اینش نشود. وایش نشود. تو کلین را میخواهی. یک دختری انتخاب کردم هست دادا جانش. چی بوده؟ همین دخترچه خواهرم رو کلین کنیم چی میشود؟ وای دختره که گبدرا هست؟ بسیار دخترچه گبدرا. کلیکش خم تلفن ندارد. گوید میمورد. فهمیده؟ فهمیدم. تو میخواهی که کلین کرده بیاری و تمام باری خانه را بدوشی و بیچاره بار کنی و خودت سونکچه در دست بازار با بازار کردی. البته یافته دو مونده دادا جانش. نمیشود. یکم این که قانون اجازت نمیدهد که کش و تباری اجازت نه. دوم این که خودی هر جان نهاید و عروسش را خودش انتخاب میکند. تمام. تمام. خای دادا جانش؟ ای دادا جانش! دادا جانش! شبی تارم ای دل بر و دل دارم. ای ماهی شبی تارم ای دل بر و دل دارم. از من ربودی جونم درد و بلا در جونم. از من ربودی جونم درد و بلا در جونم. در چار سوی زندگی دل داده دل خونم مکن. در چار سوی زندگی دل داده دل خونم مکن. ای محوشی نازک
بدن از خیش بیرونم مکن ای محوشی نازک بدن از خیش بیرونم مکن ای ماهی شبی تارم ای دل بر و دل دارم ای ماهی شبی تارم ای دل بر و دل دارم از من ربودی جونم درد و بلا در جونم از من ربودی جونم درد و بلا در جونم در آسمان عشقی من مهتاب تابانم توی من عاشقی سرگشته‌ام در عشق تو دل بسته‌ام جانم فدای عشق تو والاتر از جانم توی ای ماهی شبی تارم ای دل بر و دل دارم ای ماهی شبی تارم ای دل بر و دل دارم از من ربودی جونم درد و بلا در جونم از من ربودی جونم درد و بلا در جونم ای ماهی شبی تارم ای دل بر و دل دارم ای ماهی شبی تارم ای دل بر و دل دارم از من ربودی جونم درد و بلا در جونم از من ربودی جونم درد و بلا در جونم ای ماهی شبی تارم بیا ای دلبری بهتر زی جانم بیا ای دلبری شیرین زبانم بیا ای دلبری بهتر زی جانم بیا ای دلبری شیرین زبانم بیا ای بوی ریحانی بهارم بیا کی از فراقت دل فگارم بیا ای بوی ریحانی بهارم بیا کی از فراقت دل فگارم دو چشمی من بسویت کی بیایی نشینم رو برویت کی بیایی دو چشمی من بسویت کی بیایی نشینم رو برویت کی بیایی بیشود آب و اداب و تیکه تیکه دیلم در آرزویت کی بیایی بیشود آب و اداب و تیکه تیکه دیلم در آرزویت کی بیایی بیا آرامی جانم بیا سروی روانم بیا دردت بجانم دل بری شیرین زبانم بیا آرامی جانم بیا سروی روانم بیا دردت بجانم دل بری شیرین زبانم تو یکی نازنینی ای گل کی با جانم قرینی ای گل تو یکی نازنینی ای گل کی با جانم قرینی ای گل عذاب و درد و تنهایی چی مشکل چون این مشکل نبینی ای گل عذاب و درد و تنهایی چی مشکل چون این مشکل نبینی ای گل بیا آرامی جانم بیا سروی روانم بیا دردت بجانم دل بری شیرین زبانم بیا آرامی جانم بیا سروی روانم بیا دردت بجانم دل بری شیرین زبانم بیا آرامی جانم
بیا سروی روانم، بیا دردت بجانم، دل بری شیرین زبانم. بیا آرامی جانم، بیا سروی روانم، بیا دردت بجانم، دل بری شیرین زبانم. مادران و بانوان و دختران عزیز، در نخستین روزهای فصل زیبای بهار، یعنی ایام نور و صفا و گرمی و بیداری طبیعت، جشن فرخنده روز مادر فرا می رسد. همه شما مادران مهربان و بانوان ارجمند را به این مناسبت صمیمانه تبریک گفته به هر یکی شما پیش از همه سلامتی، خوشبختی و تمام خوشی‌های زندگی را آرزو می‌نمایم. مادر یگانه موجودی است که انسان می‌آفرد، با او حیات می‌بخشد، او را در آغوش گرم و پرمهر خود می‌پرورد. اولین سخن‌ها و گذاشتن نخستین قدم‌ها را به طفلش یاد می‌دهد. فرزند خویش را با هزار نیت و آرزوهای نیک به وایه می‌رساند. یعنی در ضمیر فرزند تربیت کردن احساس صداقت و صمیمیت، نیکی و نکوکاری، خیر و سخاوت و تشکل معنوی نسل‌ها نتیجه زحمت شبانه روزی مادران مشفق و غمخوار و مونس و مهربان می باشد. با ابراز بهترین نیت‌های نیک همه شما مادران و بانوان ارجمند و خواهران و فرزندان عزیز را بار دیگر به افتخار جشن فرخنده روز مادر تبریک میگویم و به هر یکی شما تن صحت، اقبال بلند و در خاندانتان آسایش و آرامی و خوشبختی و فیض و برکت آرزو می نمایم. جشن مبارک باشد مادران مهربان، بانوان گرامی، خواهران ارجمند و فرزندان عزیز. در روی جهان گوهری یکتا زنی تاجی، پر طاقت و پر زور و توانا زنی تاجی، در کار و هنر خانه و منبر همه گویی احسن به توی بانوی زیبا زنی تاجی، مادری تاجی. پیغام بیاد صبح زهر از نگاهی او، زیبنده هر صبح دلارا زنی تاجی، گل دامن و گل پیرهن و گل بزر است او، کز چهره گل چهره زیبا زنی تاجی، مادری تاجی. در روی جهان گوهری یکتا زنی تاجی، پر طاقت و پر زور و توانا زنی تاجی، در کار و هنر خانه و منبر همه گویی احسن به توی بانوی زیبا زنی تاجی، مادری تاجی.
در روی جهان گوهریت نازنی تاجی پرطاقت و بزرگ توانا زنی تاجی در کار و هنر خانه و منبر همه روی احسن و توی بانوی زیبا زنی تاجی مادری تاجی مادری تاجی خنکی های تو یخ به سر تا پای من تو ماری گرمیم ندار از موی او مولای من تو ماری گرمیم ندار از موی او مولای من صحرای عشقم در جهان شد جامی و ویلای من صحرای عشقم در جهان شد جامی و ویلای من با من بیمان و گریه کنه صحرای من صحرای من با من بیمان و گریه کنه صحرای من صحرای من در لباسی نیلگون چون جلوه کردی ای پری مه دیگر ننمود رخ زین پرده ای نیلوفری در لباسی نیلگون چون جلوه کردی ای پری مه دیگر ننمود رخ زین پرده ای نیلوفری شاخی شمشاده کی پیچیده است نیلوفر بدان سروی آزاده کی دارد رخ چو گل برگی تری شاخی شمشاده کی پیچیده است نیلوفر بدان سروی آزاده کی دارد رخ چو گل برگی تری در پیشی رخت یک لحمه باشد از سراب گل زی دیوانی جمالت یک ورق از صد کتاب فکری زلفت داشتم شوقت به دل زد آتشی فکری زلفت داشتم شوقت به دل زد آتشی سوختم چندان که پیچیدم به خود زین پیچ و تاب سوختم چندان که پیچیدم به خود زین پیچ و تاب من شهیدی تیغ عشقم دودی ها هم شد علم بر سری خاکم گذر کن تو نمانی از ثواب من شهیدی تیغ عشقم دودی ها هم شد علم بر سری خاکم گذر کن تا نمانی از ثواب تازی فیضی آگهی تو را سخن سر کردیم تازی فیضی آگهی تو را سخن سر کردم بعدی من شاعر کسی دیگر نمی بیند بخواب بعدی من شاعر کسی دیگر نمی بیند بخواب
درمانی تویم پزمانی چشمانی تویم با من بیمان پزمانی چشمانی تویم با من بیمان گر با تو منظم می شوم دور از تو من کم می شوم من یک قلم غم می شوم با من بیمان با من بیمان با من بیمان با من بیمان جاریست در صحرای عمر از لحظه ها دریای عمر جاریست در صحرای عمر از لحظه ها دریای عمر میترسم از پهلوی عمر با من بیمان میترسم از پهلوی عمر با من بیمان با من بیمان با من بیمان یاران همدانه کنیان منی سرشته الهام منو کار منی سرشته الهام منو کار منی با یاد تو شبها همه شب خواب ندارم با یاد تو شبها همه شب خواب ندارم چون گوهرکی دیده بیدار یار منی چون گوهرکی دیده بیدار یار منی و مثل ما کسی شیدا نباشد چو من عاشق در این دنیا نباشد و مثل ما کسی شیدا نباشد چو من عاشق در این دنیا نباشد من از ابروی پیوستی تو خواندم جدایی در میان ما نباشد من از ابروی پیوستی تو خواندم جدایی در میان ما نباشد گلی من ای گلی من ای گلی من عروسی خوش قدی چلکا کلی من گلی من ای گلی من ای گلی من عروسی خوش قدی چلکا کلی من عروسی خوش قدی چلکا کلی من فرخنده جشن ملت بر بانوان مبارک پیکی بهاری خورم بر گلرخان مبارک مادر همه خوبی همه نیکی همه پاکی آهنگی سمایی به زبانی گلی خاکی باری دیگر تنتنه های جشن زیبای نفاست روزی مادر مبارک هموطنان عزیز بانوان مادران و خواهران نازنین سلامت و سربلند باشه. زن به نوری خویشتن نیروی ایمان آفرد اندر آتش مثل ابراهیم گلستان آفرد
ذره ذره گنج عمر خیشتن را باخته خرمن از صبر و تمکین فراوان آفرد. با کشیدن های صد درد و بلای زندگی جان به کف بگرفته و فرزندی انسان آفرد. آره، زن مادر آفریدگار است. بزرگان و علامه ها را آفریده. همه در پیش پای مادر سر فرود میاریم و سجده میکنیم، چون که یک شبه آن رنج که مادر کشید با دو جهانش نتوان برکشید. اینک همه ساله 8 مارس همچون روزی مادر در کشور عزیزمان تاجیکستان صاحب استقلال تجلیل کرده می شود و امروز نیز در شهر باستانی پنجکند نیز با تشبث مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند در کاخ فرهنگ به نام عالم بابایف تنتنه ایدانه دایر گشت. همه شما عزیزان را با این روزی فرخنده صمیمانه شادباش گفته برایتان عافیت و آسودگی، سعادت خانوادگی و پیروزی برار تمنا نموده خواهان آنیم که همیشه در سیمای ملت جلوه نمایی کنید و همیشه پیشرفت و سربلند باشید. باری دیگر عیدتان مبارک.